این درون آرام نمیشه. میخندی درونت پر از غم است. خنده بر لب میکنم تا کس نداند راز من. خیلی دخترای هستن که عاشقن، از درون خراب شدن، ولی خانه کس نمیداند، نه پدر نه مادر. چرا گریه میکنی؟ به یاد بیبی افتادی. چرا گریه میکنی؟ به یاد خدا افتاده. یعنی به یاد محبوبی خدا افتاده است. نه در پدر چیزی گفته میتونه، نه در مادر، نه در برادر. خوب هم میخنده ولی از درون خراب شده. پس هر خنده ها تعبیر به آرامش ها نمیشه. هر گریه ها تفسیر و ترجمهش غم ها نیست. خیلی ها به خاطر خدا میگریان، چشمانشان پر از اشک است، ولی چنان به یک آرامش قرار دارن، چنان دلشان آرام است که اگر آرامش خود را پخش کنند در داخل یک شهر، همه شهر آرام می شود.